به تعلیم گیرندگان کمپلکسی کودکستان مکتبی مخصوص برای کودکان قوه بصیره‌شان سست و نابینایان شهر خوجند بیش از 250 عدد کتاب‌های درسی تقدیم گردید. کتاب‌ها با حروفات برایلی و کریلی از جانب تشکیلات جمعیتی اتحادیه معیوبان مهربخش و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد. معاون دیرکتور اوید به کارهای تربیوی این مؤسسه میسر جورایو میگوید کتاب‌های مذکور مخصوص برای دانش آموزی کودکان قوه بصیره‌شان سست نشر گردیده درس آموزی آنها را خیلی آسان می‌کند. انمی کتاب‌هایی که باز برای صنف‌های 1 و 2 دسترس شد با حروفات برایلی و اینچنین با حروفات کریلیکی حجمش کلان، یعنی که آن به چوبش کلان میباشد. برای آن نفرانی که خیره چشم میباشند خیلی قلای است. آنها بیواسطه آنها استفاده برده باوری داریم که در آینده سطح و صفت دانش خوانندگان ما باز هم بلندتر میگردد. حالا در کتابخانه کمپلکس کودکستان مکتبی مخصوص برای کودکان قوه بصیره‌شان سست و نابینایان شهر خوجند 1800 عدد کتاب‌های درسی موجود است. اکنون با تقدیم 255 عدد کتاب‌های نوی درسی برای خوانندگان صنف‌های یکم و دوم شماره کتاب‌ها باز هم زیاد گردید. مسئولین مؤسسه تاکید می‌کنند که همساله از جانب تشکیلات‌های جمعیتی و وزارت معارف و حکومت جمهوری تاجیکستان برای کودکان قوه بصیره‌شان سست و نابینایان کتاب‌های درسی مخصوص با حروفات برایلی و کریلی تقدیم کرده می شود. در کتابخانه مکتبی ما کتاب‌های برایلی، حکایه ها، افسانه ها با حروفات برایلی و کتاب‌های افسانه های با حروفات کریلیکی بسیار می باشند که آنها از آن سبرناک استفاده می برند هر روزه. تربیت گیرندگان صنف‌های بالایی مؤسسه هم از این اقدام مسئولین خوشحال گردیده در این روز برای مهمانان چاره‌بینی مخصوص با پیشنهاد برنامه ادبی موسیقی دایر نمودند. آنها در وصف وطن، مادر و تاجیکستان شعرها قرائت نموده مهارت شعرخوانی و سرودخوانی خود را به حاضرین نشان دادند. در چاره‌بینی مذکور مهمانان از تشکیلات جمعیتی اتحادیه معیوبان مهربخش و ریاست معارف ولایتی سوخت اشتراک نموده به برآمد تربیت گیرندگان بهای بلند دادند. اطلاع مسئولین حالا در کمپلکس کودکستان مکتبی مخصوص برای کودکان قوه بصیره‌شان سست و نابینایان شهر خوجند در عموم 105 نفر کودکان قوه بصیره‌شان سست و نابینایان و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. خوانندگان این مؤسسه بیشتر از شهر و ناحیه‌های خوجند، مسجد کوهی، ظفرآباد، قونچی و شهرهای بستان و گلستان میباشند. از شماره عمومی تربیت گیرندگان 11 نفرشان کودکان سن سالی تا مکتبی بوده، باقی مانده خوانندگان صنف‌های از یکم تا دهم میباشند. همچنین 14 نفر تربیت گیرندگان امکاناتشان محدود این مؤسسه و تعلیم خانگی جلب گردیدند که به آنها آموزگاران الهیده درس میدهند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.